به نظرم بدترین اتفاقی که میتونه واسه یه نفر بیفته اینه که همونقدر که احساسش قویه منطقش هم قوی باشه. خیلی سخته. بهشون میگن آدمای منطقی احساسی. تصور کن یه چیزی و یه نفری رو با همه وجودت، با همه قلب و احساست میخوایش، ولی منطقت نمیذاره. اون وقت قشنگ مچاله شدن قلبتو حس میکنی اما هیچ کاری نمیتونی کنی. داستان میدونی کجا دارکتر میشه؟ اونجایی که وقتی تو اوج احساساتتی از بیرون متهمت میکنن به بی احساس بودن، هیچکی آشوب قلبتو نمیبینه. و دارکترین قسمت ماجرا اینه که نتیجه جنگ بین عقل و عشقت فقط یه چیزه: تنهایی. چقدر قشنگ میگه شباهت من و تو هرچه بود ثابت کرد که فصل مشترک عشق و عقل تنهایی است. امیدوارم یا منطقی باشید یا احساسی، چون منطقی پر احساس فقط و فقط درد میکشه. آره.